Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh baby. درود به شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مرسی که همیشه هستین در کانال یوتیوب راد پرودوسر آینز. عزیزان، امروز هم اومدم در ایستگاه کورت شوماخر پلاس در برلین و یه فروشگاه خیلی خوب به نام نخمال هستش. این فروشگاه خیلی از عزیزان ایرانی هم اونجا میان واسه یه خرید اجناس دست دوم ولی در حد نو. به فروشگاه نخمال میتونید سر بزنین و اجناس مورد احتیاج خودتون رو اونجا میتونید خریداری کنید. پس حتما یه سر به این فروشگاه نخمال در ایستگاه کورت شوماخر پلاس بزنید. با من باشین تا آخر کلیپ. خب دوستان، الان نزدیک فروشگاه نخمال هستم. فروشگاه خیلی شلوغی هم هستش و نشونتون میدم که ببینید. Hallo, ich bin Anja aus der Nochmal und die Nochmal ist Berlins größtes und coolstes Gebrauchtwarenkaufhaus. Bei uns findet ihr jede Menge gebrauchte Artikel aus den verschiedensten Bereichen, Elektro, Textilien, Haushalt, Spielzeug und vieles mehr. Ihr findet uns in Reinickendorf in der Nähe vom Kurt-Schumacher-Platz, erreichbar mit der U6, Auguste-Victoria-Allee 99. Wir freuen uns auf euch. Ciao! بچه یه چیزش خوبه که جنساش خیلی ارزونه و همه چیزم اینجا پیدا میشه. جالب اینجاست، نگاه کنید مثلا این لباسا رو نگاه کنید، کلا کاپشنا کلا زمستونه است، اینا که کلا زنونه است. ببین چه خوشگلم هستن. واو این خزداره من که این زنونه است ولی خیلی خوشگل. قیمت‌ها هم خیلی خوبه. 4 یوروه بچه‌ها، لباسای زمستونه 4 یوروه. تختای بچگونه، کسایی که خانواده دارن، بچه دارن و میتونن بیان اینجا از این تخت‌های زیبا هم استفاده کنن. چقدر نازه. من خودم کلا عاشق این زلمبو زیمبوام، خیلی جالبه. چی هستش؟ I don't need to cry.
بالشتیه بچه‌ها. روی بالشتیه و قیمتش 2 یورو است. چقدر هم خوشگله. You don't see me, I see personally. Blow away your light. چقدر قشنگه، چقدر خوشگله، چقدر نازه و قشنگه، شیک هم هست. ببینید چقدر قشنگ. این کتونه اشتباه نکنم حالا ببینید چقدر خوشگل، چه کیفای خوشگل دخترونه‌ای براشون درست کردن. ببینید چقدر خوشگلن بچه. حیف نیایید اینجا یه سر بزنید بالشتا رو. چه بالشتا خوشگلی، واقعا یه چیزای دستساز. ببینید چقدر قشنگ. بچه ها اینجا رو یه چیزی من دیدم خیلی جالب. ببینید حالا نمیدونم جای برنج، نمیدونم چه کیفای خوشگلی درست کردن. ببینید چه کیفای خوشگلی، باور کنید مثل گونیای برنج بود. خیلی جالبه، چقدر خوشگل. این دستشو اینا. تخت خوابا رو نگاه کنید، ببین چه تخت خوابای شیکی، واقعا چقدر شیکه.
خوشگل این بچه ها، وای برام جا داره. اینجا رو نگاه کنید چقدر قشنگه. این چقدر قشنگه. رستورانش هم این بالاست و میتونید برید اونجا واسه خودتون بشینید قهوه و حالا یه غذایی هم بخورین و لذت ببرین. از ویوی بالا هم اتفاقا خیلی باحاله. قشنگ این بالا هم داره تو همین کافه رستورانی که بالا هستش و میتونید راحت بشین اینجا برای خودتون. این صندلی ها هستن و میز صندلی بشین واسه خودتون هر نوع کتابی هم که دوست دارین بخونین. این هم سیدی های خیلی قشنگ بازی واسه بزرگترا و کوچیکترا. خیلی هم ارزون، هم 1 یورو. خیلی جالبه. این جالبه، همه چیز ارزونه 1 یورو. کریسمستون به نظرم بچه‌هایی که توی برلین هستین بیان از اینجا خرید کنید. ببینید تمام وسایلش هم ارزونه و میتونید خرید خوبی هم داشته باش. خیلی هم با قیمت پایین. کریسمس بهتون خوش بگذره.